دارم از ایستگاه در واقع مترو آندریه دارم رد میشم. اینجا کل ایستگاه که رد میشی الان میرسیم یکم جلوتر، اینا ایستگاه قطاره. کلن چیزه اون پایین بودم الان این مغازه. الان میرسیم دوباره یه بازار دیگه شروع میشه روی ایستگاه مترو و خیلی هم پر رونقه. ببینید اینا اینجا شروع میشه کلن انواع کیف. اینجا که میبینید در واقع راهرو متروه، پر از دستفروشه. نگاه کنید این قیمتاشون هم خیلی ارزونه. انواع کیف دیگه اینجا هر چی بخوای هست. انواع این لباس ها ببینید چقدر روشون آینه کاری و اینجور کارا شده، ولی قیمتاش هم خیلی خوبه. علنگوهای هندی. حالا اینجا هر چی بخوای هست. کیف و وسایل موبایل و هندزفری و هر چی که بگی هست. انواع تیشرت، کفش و دمپایی و خلاصه بازار مکاره‌ای هستش. اینجا هم تتو میزنن، این ایستگاه تتوه. انواع طرح‌های تتو. اینجا هم قاب موبایل و اسکرین موبایل. اینجا لوازم آرایشه. بازاری الان نمیشه رد شد، قد که شلوغه. اینجا هم همه عجله دارن و همینجور بدو همه چی. ایستگاه آندری. ما الان بالای در واقع ایستگاه مترو هستیم، ایستگاه مترو آندری. ما هم انواع شامپو، داغ و نمیدونم چی رو دیگه لازم نیست کسی بره اینا قفل و کلید و کسی بخواد بره مغازه خرید کنه لازم نیست، همه چی اینجا هست. انواع ساعت. از این ور خارج میشیم دوباره. بعد از اینجا که بریم پایین دوباره یه بازار این ور شروع میشه. با اون ور بازار شرقی بود، در شرقی مترو. الان میرسیم به در غربی مترو. اینجا هم دوباره یه بازار جدیده.